رهبر دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس اسماعیل هنیه و محافظ او شب 31 یولی سال 2024 در نتیجه یک عملیات ویژه اسرائیل در تهران کشته شدند. هنیه برای اشتراک در مراسم ادای سوگند رئیس جمهور نو ایران مسعود پزشکیان به پایتخت جمهوری اسلامی آمده بود. خبرگزاری ایرانی میر خبر داد که اسماعیل هنیه را شب چهارشنبه 31 ایول کشتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اظهاراتش گفت هنیه و یکی از محافظانش در نتیجه حمله ارتش اسرائیل به قرارگاه آنها در تهران جان باختند. سپاه پاسداران گفت این حادثه تحت تحقیق قرار دارد و نتیجه های تحقیق بعداً اعلام خواهند شد. گروه حماس که سال 2007 نظارت نوار غزه یک قسمت سرزمین های فلسطین را در دست دارد، مرگ رهبر سیاسیش را تصدیق کرد و اظهار داشت که اسماعیل هنیه در نتیجه حمله اشکنانه صهیونیستی به قرارگاهش در تهران به هلاکت رسید. در همین حال شبکه تلویزیونی العربیه با تکیه به منابع خود خبر داد که اسماعیل هنیه در نتیجه حمله موشکی به منزل در تهران که او در جریان سفرش به ایران در آن خانه قرار داشت کشته شده است. اسماعیل هنیه ساعت 02:00 دقیقه به وقت محلی در نتیجه مستقیما به مکان زیست رهبر دفتر سیاسی حماس اصابت کردن موشک کشته شد. گفته می شود در گزارش العربیه سوءقصد به جان هنیه در پی اشتراک او در مراسم ادای سوگند رئیس جمهور نو ایران مسعود پزشکیان صورت گرفت. در ملاقاتی که چند ساعت قبل از قتل رهبر سیاسی حماس صورت گرفت، پزشکیان اظهار اطمینان کرد که جنگ حماس با اسرائیل با نابودی اسرائیل به انجام خواهد رسید. پزشکیان با تاکید به اینکه ایران همیشه ضد جنایت‌ها و تجاوز رژیم صهیونیستی است. ما مطمئنیم که این مبارزه با پیروزی نهایی مردم فلسطین و آزادی سرزمین‌های فلسطین و با نابود رژیم صهیونیستی به انجام خواهد رسید. در ارتش اسرائیل به شبکه تلویزیونی CNN در رابطه با عملیات قتل هنیه در تهران گفتند که خبرهای رسانه‌های خارجی را شرح نمی‌دهند، اما وزیر امور بیت المقدس و میراث اسرائیل عمخای الیاهو گفته است که قتل اسماعیل هنیه یک شیوه درست توزیع کردن دنیاست. سخنرانی او را نشریه The Times of Israel نقل قول کرده است. چند ساعت قبل از قتل هنیه در نتیجه حمله اسرائیل به شهر بیروت پایتخت لبنان، فؤاد شکر یک فرمانده ارشد حزب الله کشته شد. فؤاد شکر رهبر امور حربی این گروه شیعه‌های لبنان و عملاً مشاور دست راست حسن نصرالله و رهبر از لحاظ اهمیتش دوم حزب الله به شمار می رفت. قتل اسماعیل هنیه در حال صورت گرفت که تلاش‌ها برای رسیدن به آتش‌بس در خاورمیانه ادامه داشت. معاون وزیر خارجه روسیه میخائیل باگدانوف قتل اسماعیل هنیه را کشتار سیاسی و مطلقا غیر قابل قبول نامیده است. یک نماینده کاخ سفید بدون بردن نام به CNN گفته است که در ماموریت ایالات متحده آمریکا از کشته شدن هنیه خبر دارند، اما این منبع از هر نوع شهر دیگر این حادثه خودداری کرده است.